روز مادران در ناحیه دیوشتیش خوب و خاطرمان تشکیل و برگزار گردید. در قسمت رسمی چهره بینی تاکید گردید که بعد به دست آوردن استقلالیت در تاجیکستان نفوذ و مقام زن در جامعه بلند گردیده، مخصوصا در پرتو سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان توجه به فعالیت جمعیتی و صحوی بانوان زیاد شد. نامه شادباشی رئیس ولایت سوخت به اهل اشتراکداران رسانده شده ابراز گردید که قبول گردیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای بلند برداشتن مقام زن در جامعه سال 1999 از سندی مهمی در این سمت بوده، در تاریخ صاحب استقلالی موقع زنان را خیلی بالا برد. فعالیت پرثمر زنان به صفت کارمندان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، صاحبکاران موفق و دیگر ساحه‌ها از آن شهادت می‌دهد که در حقیقت هم این فرمان سرنوشت‌ساز ثمره‌های نیک به بار آورده ایستاده است. باید یادآور گردید که امروز فعالیت سابقه‌داران مهنت ناحیه دیوشتیچ، زیبی عظیمова، یادگار سیف‌اللهی‌وا، رفاعت کریمova، مملکت عبدالصمدova، لولاخان فیض‌زاده، شیرین شامرودova، مبارک غیب‌اللهی‌وا برای نسل نورس نمونه عبرت است. با دستگیری‌های اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت مقام زن در جامعه خیلی بلند گردیده ایستاده است. موقع زن در جامعه در زمان حاضر در دوران صاحب استقلالیت تاجیکستان خیلی بلند گردیده ایستاده است که ما زنان با برابری مردان برای نگهداری سیاست دولت قدم گذاشته ایستاده ایم. حکومت تاجیکستان هنوز از آغاز استقلالیت وابسته به تحکیم مقام و منزلت و تامین رعایت حقوق کنستیتوسیونی زنان تمام تدبیرهای ضروری را اندیشیده مطابق معیارهای جامعه دموکراتی حقوق بنیاد و دنیوی عملی می‌گرداند. در این دوره با مقصد بلند برداشتن مقام زن در جامعه، تامین نمودن برابر حقوقی مردان و زنان، تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از جمله زنان و دختران لیاقتمند یک سلسله اسناد ضروری قبول گردیده عملی میشوند. ارزش‌گذاری به حقوق و آزادی‌های زنان، بلند برداشتن مقام زن در جامعه، نقش او در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مملکت، فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت زنان و دختران مقصد اساسی قبول سندها میباشد. سرود و ترانه‌های ترنم کننده مهر و محبت، صلح و وحدت و خرامان رقصیدن دختران چاره‌بینی روز مادر را در ناحیه دیوشتیچ فیض خاص بخشید.